سلام و وقت بخیر. چند وقت پیش توی یکی از استوری ها این فیلمی رو که داخل مانیتور میبینید پشت سر من ما گذاشتیم داخل استوری و یه تعداد خیلی زیادی داخل دایرکت و زیر ریپلای خود استوری سوال کردن که آقا این حرکت برای چی دارین انجام میدین؟ چرا دارین هرستون رو روی هارد خالی میکنین؟ واقعیت امر اینه که این مشکل شخصی ما با هارد نیست. واقعیت قضیه اینه که اگر شما توی یه سازمان بزرگ کار میکنین که داده و اطلاعات این سازمان خیلی مهمه و حساسه، واسه اینکه بتونید اطلاعات خودتون رو در واقع موقعی که هاردتون خراب میشه و هارد رو عوض میکنید و ریت بندی اتفاق میفته مجددا، هارد خراب قابل بازیابیه و امکان داره بتونن ازش اطلاعات شما رو خارج کنن. به همین خاطر واسه حفظ در واقع محرمانگی اطلاعات و اینکه کسی نتونه این هارد رو ریکاوری کنه و بعداً ازش اطلاعات برگردونه، توی یه سری از سازمان‌ها میندازن هارد رو داخل خورد کن و هارد خورد میشه و از بین میره. توی سازمان‌هایی که خورد کن ندارن ولی میخوان که کسی نتونه در واقع اطلاعات هاردشون رو بازیابی کنه، از این روش میتونن استفاده کنن. این روش اینجوری هستش که به کمک یه مته هارد رو در قسمتی که پلیت های چرخنده هارد وجود دارن سوراخ میکنن و این سوراخ خود پلیت هارد رو هم سوراخ میکنن، اون صفحه های چرخان رو که داده روشون نوشته میشه و اون سوراخ باعث میشه که دیگه داده عملاً قابل بازیابی نباشه. راه حل دیگه ای هم که بجز این راه هست، میتونید هارد رو باز کنید، در واقع صفحات هارد رو در بیارید و بشکنید. اینجوری هم دیگه به هیچ عنوان هارد شما قابل بازیابی نیست. امیدوارم که از این پست لذت برده باشین. تجربیات خودتون رو داخل کامنت ها برای ما بنویسید. وقت شما بخیر.